سوره عادیات یعنی اسبان دونده در مکه نازل شده است و از 11 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا. الله سوگند یاد می کند. سوگند به اسبان تازنده ای که نفس زنان به طرف دشمن حمله می کنند. سوگند به اسبانی که به نعل خود سنگ را زده آتش می برارند. فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا. پس سوگند به اسبانی که بر مقابل دشمن بامدادان هجوم آورند و آنگاه در آنجا غبار برخیزانند. فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لکنود. و آنگاه در آنجا در میان درآیند و دشمن را سرنگون سازند. به درستی که آدمی پروردگار خود را شکر نمی گوید. و اینه علی ذلك لشهید. به درستی او خود بر این گواه است. و اینه لحب الخیر لشدید. و او علاقه سخت با دارایی و مال دارد. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. آیا انسانی که مغرور است نمی داند الله تعالی مردگان را از گورهایشان برای حساب و جزا بیرون می آورد. و حصل ما فی الصدور. و آنچه در دلها از نیک و بد پنهان است آشکار شود. این ربهم بهم یومئذ لخبیر. پروردگارشان در آن روز از حال آنها و عملهایشان آگاه است و هیچ چیزی از او پنهان نخواهد ماند. شما سوره عادیات را شنیدید، یعنی اسبان دونده. در مکه نازل شده است و از 11 آیت عبارت است. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک می کنید. ما با هم پیش می رویم. به نام الله بخشاینده مهربان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تماشابینان عزیز، مخلصان شبکه های ما، هر یک شما را خوش آمدید میگم. شام شنبه است و این لحظه اکثر از ما و شما فارغ از کار و بار شدیم و اکثر از ما و شما در استراحت داریم و چون وقتی همیشگی ساعت 20 با وقت مسکو برنامه ما آماده است که این لحظه در افیر مستقیم، در افیر زنده پیشنهاد شما شود و تا فرا رسیدن ماه شریف رمضان روزهای با شمار باقی مانده است. از این خاطر ما خواستیم یک قسمت برنامه را مربوط به ماه شریف رمضان کنیم و بعضی سوال ها و بعضی جواب های آن شاید در برنامه های قبلی ما استفاده کردیم. به هر حال ما و شما این لحظه آماده هستیم که یک قسمت از تیاری به ماه شریف رمضان دیده باشیم. و خب تماشابینان عزیز، این لحظه آنهایی که به شبکه ما پیوست شدید نوا را به دیگران روان کنید تا که دیگر دوستان ما و شما نیز با خبر شوند و آنها نیز وارد به برنامه شوند و آنها نیز مثل ما و شما توانند در بازی اشتراک داشته باشند. خب من
геймпинро ин лаҳзаҳо омода кардам. 48967 қисмати аввал. марҳамат, дохил шавед. ман ин лаҳза рӯи экранро барои шумо тамошобинони гиромӣ нишон медиҳам. марҳамат, ин аз геймпин ва дохил шавед қисмати аввалро ва дар байни барнома иншааллоҳ як кӯтоҳ ба қавле пауза мекунем ва баъдан боз давом медиҳем. чун хоста будем ки вақти барномаро дигар кунем, аммо чун одат кардем ҳамешагӣ ҳар ҳафта дар анҳамин вақту соат, аз ин хотир мо вақтро ба вақти дигар нагузарондем. иншааллоҳ хайр аст ва дар байн мо шумо боз метавонем аз як сураи дигар низ бархурдор бошем. як кӯтоҳ тарҷумаи маънои сураро бароятон пешниҳод мекунам ва онҳое ки намози мағриб мехонанд, намози шом мехонанд, ба онҳо фурсат медиҳем. дохил шавед ба барнома ва агар барномаамон имрӯз шавқовар гузарад, ба мо ва шумо писанд ояд, кӯшиш мекунем боз як барномаи иловагӣ барои шумо пешниҳод кунем иншааллоҳ. чун дар моҳи шарифи рамазон мехоҳем ки барнома боз зиёдтар шавад, аммо боз аксар аз мо ва шумо кор мекунем. шояд ин низ кам кам халал расонад. ба ҳар ҳол мо кӯшишҳои худамонро мекунем то ки дар моҳи шарифи рамазон ва пеш аз моҳи шарифи рамазон ва иншааллоҳ баъд аз моҳи шарифи рамазон низ тасмими хубтар гирем, яъне маълумотро пурратар, возеҳтар то ба шумо расонем, то ки мо ва шумо тавонем аз илму дониш баҳравар бошем. воқеан ҳар як аз мо ва шумо ба хотири чизе офарида шудаем. бояд ки ҳамон қуввате ки мо ва шумо дорем бояд истифода кунем. яъне ҳар кас дар ҳар куҷо, ҳар кас дар ҳар масъалае шояд бартарӣ дорад аз як нафари дигар. аз ин хотир тамошобинони азиз, бояд мо ва шумо ва ҳар як аз мо ва шумо ва ҳар як аз шумо дар алоҳидагӣ як қуввае доред ва ана ҳамон тарафи бартарии қувваи худатонро ба хотири ризогии Аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло истифода кунед. ва ин аст як кӯтоҳ пешгуфтор иншааллоҳ ва дохил мешем. ва ман мебинам ки на он қадар зиёд тамошобинон пайваст шуданд. кӯшиш кунед дӯстони гиромӣ то ки зиёдтар шавем, чун барнома шавқовар мешавад. ҳар он қадар ки ба барнома зиёдтар дохил мешаванд, ман мебинам ки зиёдтар тамошо мекунанд, аммо камтарон дар дохили барнома ҳастед. ва кӯшиш кунед ҳар як аз шумо, ҳар як онҳое ки дохил шудед, мебинам ки бисёр нафар он ҳастем, аммо лайк ба монанди тамошобинҳо нест. ва агар маъқул набошад ба шумо, дислайк ҳам монед мешавад. аммо агар ки хоста бошед ки барномаи моро зиёдтар тамошо кунанд ва дар дохили барномаи мо зиёдтар шавад ва қисматҳои барнома зиёд шавад, ҳар як аз шумо хоҳиш мекардам ки лайк монед, то ки дигарон моро тамошо кунанд. ман нигоҳ мекунам ба миқдори тамошобин ҳадди ақал лайк шавад, хеле хуб мешуд, чун бар фоидаи кор аст тамошобинони азиз. зеро зиёдтар дӯстони мо, зиёдтар бародарону хоҳарони моро тамошо хоҳанд кард. Kahoot нуқтаи IT навишта мекунед дар ҷое ки никнейм навишта шудааст. ба худатон тахаллус интихоб кунед ва дар ҷое ки геймпин навишта шудааст, ана ҳамон геймпине ки шумо рӯи экран мебинед, онро навишта кунед ва ҳатман дохил мешавед. ва фаромӯш накунед, ба канали нами дониш ва санҷиш обуна шавед ва поёнаш агар аҳамият дода бошед, як зангулачае ҳаст дар YouTube. ана ҳамон зангулачаро пахш кунед ҳар гоҳе ки эфири мустақим пайдо мешавад, яъне ҳар ҳафта рӯзҳои шанбе вақте ки эфир пайдо мешавад, баробари мо ба эфир баромадан ба шумо хабар меояд ва шумо метавонед ки дохил ба барнома шавед, яъне ки аз ҳама аввалинҳо шуда.
خیلی خوب، تشکری زیاد. و اینجا چگونه یک نفر مکسیم پرسیدند که چگونه ما داخل شویم. بار اول هستیم. تماشابین گرامی، نوکک من گفتم از گوگل استفاده کنید یا اینکه انا همون اپی که تلفنی شما دارد از اون استفاده کنید. با خودتان کاهوت دانلود کنید یا که کاهوت سکچات کنید و در جای گیم پین، آن گیم پینی که شما میبینید روی اکران، آن را نوشته میکنید و جای تخلصت، جای خب نیکنیم نوشته شده است، به خودتان تخلص انتخاب کنید. خوش آمدید تماشابینان گرامی. خب اینجا مدیراتور نوشته کردند، ببینید طرز وارد شوی رو در زیر چت برای ما نوشته کردند، از آن استفاده کنید. خب بیایید نباشد آغاز کنیم. همگی 10 نفر هستیم. البته میخواستیم که زیادتر، چون شاید بعضی ها کوشش ها دارند که داخل شوند به برنامه، شاید مشکل باشد داخل شدنش. نمیدونم برای آنها که بار اول اشتراک میکنند. و آنهایی که خب بله ها، اینجا نوشته کردند که از روسیه داخل شده نمی شود، برنامه کار نمی کند. بله، این یک سبب دیگر هم هست. الله پاک است. دیگر چون این هم شده است، چون تحریم ها بر ضد روسیه از تمام دولت های دنیا است. از این خاطر داخل شدن شاید از روسیه مشکل باشد و اکثریتی تماشابین ما در روسیه قرار داشتند. از این خاطر شاید کمتر نفران بازی کنند. اما بعد از برنامه انشالله اگر آنهایی که نتوانستید داخل شده برنامه ها کار نمی کند، در گوگل یا اینکه در یوتیوب در پویسکش نوشته کنید طرز وارد شدن به این یا آن برنامه. یعنی بعضی برنامه های مخصوص هست که نوابسته از همین محکم شوی ها هم می شود استفاده کرده. از این خاطر بعضی نمودهای برنامه ها در گوگل هست، شما نوشته کنید یعنی چطور باید که به بعضی برنامه ها داخل شویم. خیر است انشالله. در چت نوشته کنید بله آنهایی که داخل شدن نتوانستید. و بیایید ما قسمت اول را این لحظه آغاز میکنیم. بسم الله. سوال اول: مقام روزه ماه رمضان چه خیلی است؟ موافقی؟ خب بیایید میخوانیم. دلخواه است، فرض است، تنها سنت است، کسی خواهد بگیرد نخواهد نه. کدامش درست است؟ مقام روزه ماه رمضان چه خیلی است؟ از آن وریانت هایی که شما در پایان میبینید. بله، یگان نفر خطا نکردند و همه جواب های درست گفتند. اون 14 نفری که در برنامه ما اشتراک میکنند. بله، فرض است. این یک سوال آسان و سنجشی بود در برنامه دانش و سنجش. بله دوستان گرامی، چنین است و جواب درست نیست. فرض بود. در ترجمه معنای سوره بقره آیت 183 چنین آمده است: ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه داشتن بر شما فرض شد، همچنان که بر کسانی که پیش از شما بوده فرض شده بود. باید که از پروردگارتان بترسید و بین خودتان و گناههایتان قلعه از طاعت و عبادت او تعالی قرار دهید. یعنی بین خودتان و بین الله تعالی یک قلعه از طاعت و عبادت او تعالی
قرار دهید. و خب تماشابینان عزیز، بیایید میگذاریم به سوالی دیگر. پیش از آن میبینیم که به پیش برآمدند. مریم، طیبه صالح، عبدالرحمن، حاریسه، ابو حمیره، آنهایی که در جاهای نمایان هستند. خب در چت نیست قریب همه جوابهای درست گفتند. صبر، دنیا و آخرت، علی عمر اکبرов جوابهای درست گفتید. در کدام سوره شب قدر وصف شده است؟ بقره، قاریه، قدر، زلزله. در کدام سوره شب قدر وصف شده است؟ از آن وریانت هایی که شما میبینید. خیلی خوب، جواب های درست آماده رسید از معرفت یا حیات، علی عمر، طیبه صالح. خب خیلی خوب و 14 نفر جواب های درست گفتند. بله، در سوره قدر شب قدر وصف شده است و این سوره 97 است. درباره سوره قدر اگر در خاطر داشته باشید، در برنامه های گذشته ما یک صحبتی داشتیم و صحبتی پورا با اهل علم بود، چون در آیت اول در ترجمه معنا چنین آمده است: بیگمان ما قرآن را در شب قدر نازل کردیم و آن یکی از شب‌های ماهی شریف رمضان است. و دوام میدیم. تماشابینان گرامی، به سوال دیگر میگذاریم. مریم، عبدالرحمن، حاریسه، ابو حمیره، طیبه صالح، آنهایی که در جاهای نمایان هستند و امینه نیز به 4 زینه بالا برآمدند. به مادر شیردهنده روزه نداشتن یعنی افطار کردن ممکن؟ نباید روزه دارد، گناهگار می شود. ولی ممکن بعد روزهای خالی را روزه بگیرد، به مولای مسجد 100 سوم تحفه کند. بس کدامش درست است؟ به مادر شیردهنده یعنی فرزند را شیر میدهد افطار کردن ممکن، یعنی روزه نداشتن. کدامش درست از آن وریانت هایی که شما میبینید؟ بله. خب اینجا میبینم که جواب های درست آماده رسید. خیلی خوب، از طیبه صالح آماده رسید جوابی درست، عمر اکبرov آماده رسید، دیدیما دینایف و بله درست گفتند و 10 نفر در داخلی برنامه مانی جواب های درست گفتند، بجز 1 نفر که گفتند که به مولای مسجد 100 سوم تحفه کند می شود. نه، به مولای مسجد 100 سوم لازم نیست. اما خب آنه که تواند روزه بگیرد روزه بگیرد و اگر نمیتواند مادر شیردهنده موافقی خب گفته های علما میتواند که افطار کند و بعدا روزهای خالی را روزه بگیرد. و خب بیایید دوام میدیم. مریم، طیبه صالح، حاریسه، ابو حمیره و محمد آنهایی که در جاهای نمایان هستند و علی 3 زینه به بالا برآمدند. خیلی خوب. به بیماران کسلی استما استفاده ایرزول ممکن در ماه شریف رمضان؟ قطعا ممکن نیست. اگر روزه داشته تواند هم ندارند. بله ممکن است. از دکتری نامسلمان پرسد کدامش درست است. به بیماران کسلی استما استفاده ایرزول ممکن است در ماه شریف رمضان؟ خب جواب های شما از آن وریانت هایی که شما میبینید. خب 5 نفر گفتن ممکن نیست، اما 8 نفر جواب های درست گفتن بله ممکن است. به بیماری کسلی استما استفاده ایرزول ممکن بود است، موافقی گفته های اکثریت علما. خب اما دیگر وریانت های نادرست بود. خیلی خوب و دوام میدیم تماشابینان گرامی. خب جایگزین کنی ابو حمیره، محمد، علی، عبدالرحمن و امینه آنهایی که در جاهای نمایان هستند. علی به همه سوال های ما جواب های درست گفتند.
سوزندارو در رمضان ممکن، یعنی همون مثل اوکاوا. وریانت ها: ممکن اگر در داخل ویتامین و گلوکوز ندارد. همه سوزندارو من است، قطعی من است. فتوای همسایه ملا را گیرد. کدامش درست است؟ سوزندارو در ماه رمضان ممکن است، از آن وریانت هایی که شما در پایان میبینید. خیلی خوب. و همگی 4 نفر جوابی درست گفتند. عبدالله درست گفتید، علی عمر درست گفتید، دنیا آخرت درست گفتید، عمر اکبروف درست گفتید. اگر در داخلش ویتامین و گلوکوز نداشته باشد ممکن بود است. و خب این مسئله ها رو انشاءالله تماشابینان گرامی باز ما و شما با آنهایی که میدانند، آنهایی که به بعضی سوال های ما جواب میگویند، انشاءالله در ماه شریف رمضان با قدر امکان به برنامه به افیر مستقیم در شبکه های دیگرمان دعوت میکنیم و بعضی سوال های دیگر را واضح تر خواهیم کرد. اما اگر در داخلش ویتامین و یگان گلوکوز داشته باشد قطعاً این گونه سوزندارها منع است، چون گفتی اکثریتی علما چنین بوده است. و خب بیایید میبینیم که ها به پیش برآمدند. محمد، ابو حمیرا، آمینه، علی، عبدالرحمن، آنهایی که در جایهای نمایان هستند، و آمینه پی هم به 5 سوال های ما جواب های درست گفتید. ماشاءالله. خون سپاریدن برای تشخیص بیمار جایز است برای روزه‌دار؟ سوال. بله، من است، روزه‌اش فاسد می شود قطعاً. رفتاری ناجا. کدامش درست است؟ خون سپاریدن برای تشخیص کردن، یعنی دیاگنوز کردن بیمار جایز است برای روزه‌دار؟ جواب شما کدامش درست است؟ و سوال هایی که به شما به تلفنتون آمده میرسد زود آمده میرسد. از آن پیش که من سوال را میخونم شما در تلفن آنهایی که تستر میخونید تستر خوانید و جواب را زیر کنید، چون یوتیوب یک چند ثانیه فاصله دارد. از این خاطر همه آنهایی که میخوانند و جوابی درست را پخش میکنند آنها به پیش میبرند انشالله. 9 نفر جواب های درست گفتند. بله جایز است، چون شاید ضرورت باشد، اگر که تشخیص نکند بیماریش را، بیماریش شاید خروج میافته باشد. و الله اعلم باز علما در کتاب فقه به سوال چنین جواب گفتند و درستش بله، برای تشخیص یگان بیماری بر روزه‌دار جایز بوده است. و خب اکثریت جواب‌های درست گفتند. اینک بیایید اکنون می‌بینیم که ها به پیش برآمدند و که ها جای‌های نمایان را سزاوار شدند در برنامه دانش و سنجش. علی، جای سه مبارک باشد. جای 2 نصیب آمینه گردید و جای اول، جای بهترین، نصیب محمد گردید. مبارک باشد. ابو حمیرا و خطیچه نیز در جای‌های نمایان بودید. شما رو نیز صمیمانه تبریک میکنم. خیلی خوب. عمر نوشته کردند، عمر اکبر نوشته کردند که از آیفون به واسطه آیفون در اومده تونستند به بازی داخل شدند. خیلی خوب تماشابین عزیز، و انشالله ما برنامه را دوام میدهیم تماشابینان عزیز و آماده باشید. این لحظه ها من ترجمه معنای سوره نازیات را برای شما پیشکش میکنم این لحظه ها تماشابینان عزیز، و در دوامی انشاءالله 5-6 دقیقه باز برمیگردیم و آنهایی که این لحظه ها در مکانشان وقتی نماز مغرب، نماز شام آمده است، به شما فرصت میدهیم نماز رو بخونید و انشاءالله بعداً برگردید و ما دوام میدهیم. و انشاءالله کوشش میکنم باز 2 قسم دیگر برنامه جالب برای شما پیشکش کنم امروز انشاءالله. و تا آن دم بیایید ترجمه معنای سوره نازیات را من این لحظه برای شما پیشکش میکنم و بعد چند دقیقه انشاءالله باز برمیگردیم. الله نگهبانتان و ما شما را انتظار میشویم
تا آمدن ما نوار رو به دیگران روان کنید، زیرش لایک مانید و موضوع انشاءالله برمیگردیم. سوره نازیات یعنی فرشتگان گیرنده جان در مکه نازل شده است و از 46 آیت عبارت است. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده و مهربان. والنازعات غرقا. الله سوگند یاد می کند به فرشتگانی که جانهای کافران را به سختی می گیرند. والناشطات نشطا. و سوگند به فرشتگانی که جانهای مؤمنان را به آسانی می گیرند. والسابحات سبحا فالسابقات سبقا. و سوگند به فرشتگانی که برای رسانیدن فرمان الله شناکنان و شتابان از آسمان فرود می آیند. و سوگند به فرشتگانی که بر یک دیگر سبقت می کنند در اجرا نمودن امرهای پروردگار. فالمدبرات امرا. و سوگند به فرشتگانی که همه کارها را تدبیر می کنند. یعنی جایز نیست برای آدمی قسم خوردن به غیر الله، زیرا چنین عمل شرک است. یوم ترجف الراجفه. که آن روز که نخستین نفخه قیامت که نفخه میرانیدن است زمین را بلرزاند. نفخه به معنای دمیدن در سور آمده است. تتبعها الرادفه. و نفخه دوم از پس آن بیاید، مردم از نو زنده خواهند شد. قلوب یومئذ واجفه. در آن روز دلهای کافران از سختی ترس در لرزه باشند. ابصارها خاشعه. و عذاب و دهشت‌های روز قیامت را مشاهده کنند، بر چشمانشان خاری و فرو افتادگی نمایان شود. یقولون ائنا لمردودون فی الحافره. منکران روزی از نو زنده گردانیدنی بعد از میرانیدن میگویند آیا ما به حالت نخستین باز میگردیم؟ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً. آنگاه که استخوان‌های پوسیده بودیم. قالوا تلك إذا كرة خاسرة. گویند این بازگشت ما بازگشت است زیان آور. فإنما هي زجرة واحدة. پس تنها یک آواز بلند است. فإذا هم بالساهرة. و آنگاه آنان در زمین هموار صحرای قیامت می آیند. هل أتاك حديث موسى. ای پیامبر، آیا قصه موسی علیه السلام بر تو رسیده است؟ إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. آنگاه که پروردگارش او را در وادی مقدس طوی صدا کرد، یعنی آن وادی در کوه سینا واقع است.
اذهب إلى فرعون إنه طغى به سوی فرعون برو که او در گناه از حد گذشته است. فقل هل لك إلى أن تزكى بگو آیا تو را رغبت هست که پاکیزه شوی و به ایمان نفس خود را آراسته کنی وأهديك إلى ربك فتخشى و من تو را به سوی پروردگارت راه بینمایم و تا تو بیترسی از او. فأراه الآية الكبرى پس موسی به فرعون آن معجزه بزرگ عصا و دست را نشان داد. فكذب وعصى ثم أدبر يسعى و فرعون پیامبر الله موسی علیه السلام را دروغ برآورد و نافرمانی کرد، سپس پشت گرداند از ایمان و بر ضد موسی سعی و تلاش میکرد. فحشر فنادى پس همه اهل مملکتش را جمع کرد و ندا داد. فقال أنا ربكم الأعلى و گفت من پروردگار بزرگ شما هستم. فأخذه الله نكال الآخرة والأولى پس پروردگارش او را به عذاب آخرت و دنیا گرفتار کرد. إن في ذلك لعبرة لمن يخشى بیگمان در این کردار فرعون و آن عذابی که بر وی نازل شد پندی بزرگ است برای کسی که از الله می ترسد. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها ای آدمان، آیا آفرینش شما سخت‌تر است یا آفرینش آسمانی که الله آن را ساخته است؟ رفع سمكها فسواها بلندی آن را برافراشت و آن را استوار کرد. وأغطش ليلها وأخرج ضحاها شبش را تاریک کرد، به فرو رفتن آفتاب و روزش را روشن کرد به برآمدن آفتاب. والأرض بعد ذلك دحاها و بعد از خلق آسمان زمین را پهن کرد. أخرج منها ماءها ومرعاها و از آن آب بیرون آورد و چراگاه ها پدید آورد. والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم و کوه‌ها را استوار ساخت برای فایده شما و چارپایانتان. از نو زنده گرداندن شما روز قیامت در نزد الله آسان تر است از آفرینش این چیزها. فإذا جاءت الطامة الكبرى چون این حادثه بزرگی قیامت در رسد، يوم يتذكر الإنسان ما سعى روزی که آدمی همه عملهای خود را از نیک و بد به یاد آورد وبرزت الجحیم لمن یرا و دوزخ برای هر فرد بینا آشکار و نمایان می گردد. فاما من طغى پس هر کی از حد گذشته باشد در کفر و عصیان وآثر الحیاة الدنیا و زندگی این جهان را بر زندگی آخرت اختیار کرده باشد، فإن الجحیم هی المأوى بیگمان جهنم جایگاه است. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى اگر هر کس که از ایستادن در برابر پروردگارش ترسیده باشد
و نفس خود را از هوا و هوس باز داشته باشد. فإن الجنة هي المأوى. پس بیگمان بهشت جایگاه است. يسألونك عن الساعة أيان مرساها. ای پیامبر، تو را مشرکان تمسخرآمیزانه از قیامت می پرسند که چه وقت واقع شود. فيما أنت من ذكراها. از واقع شدن آن تو را چی خبر است؟ إلى ربك منتهاها. بلکه آگاهی از زمانی برپاشوی قیامت به پروردگارت است. إنما أنت منذر من يخشاها. تو تنها بیم دهنده کسی هستی که از قیامت می ترسد. كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. روزی که آن را ببینند از حول قیامت پندارند در این جهان فقط یک شامگاه یا چاشتگاه ایستاده اند. شما ترجمه معنای سوره نازعات یعنی فرشتگان گیرنده جان را شنیدید. در مکه نازل شده است و از 46 آیت عبارت است. این تنها ترجمه معنا است و از استفاده قرآن کریم و ترجمه معنای آن در روش تفسیری میسر به زبان تاجیکی گرفته شده است. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس می کند و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک می کند. ما با هم پیش می رویم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. یک بار دیگر تماشابینان عزیز، همان هایی که این لحظه ها با ما هستید، خوش آمدید. میبینم که این لحظه ها الکی چند نفر داخل به برنامه شدند و قسمتی دیگر در زیر چت هستند. گیم پین 932 631 مرحمت داخل به برنامه شوید و ما قسمتی دیگری برنامه را آغاز میکنیم. متاسفانه چنانه که بعضی برادران ما از روسیه گفتند که داخل شدن مشکل شده است از اونجا، اما هر کسی که گفتند آیفون دارد داخل می شوند و آنهایی که داخل شده نمیتوانید زیر چت نوشته کنید جواب های خودتان را و ما انشاءالله بعد از این برنامه باز یک قسمتی دیگر نیز شروع میکنیم و کوشش میکنیم که برنامه را یک جای با شما خوب گذرانیم. 932 631 این از گیم پین داخل شوید و نمیدونم چند نفر ما رو تماشا میکنند. در ایموی خود در واتساپ میتوانید نو را به دیگران روان کنید تا که دیگران نیز با خبر شوند وارد به برنامه ما شوند، یا اینکه خب در آنهایی که یوتیوب های بسیار هزار نفره دارید در شبکه های یوتیوبی خودتان تقسیم کنید نو را تا که دیگران نیز داخل شوند. خب اینجا یکی از تماشابین ما نوشته کردن ولی وی پی این، هر کسی که وی پی این داشته باشد به واسطه وی پی این داخل شود می شود، چون اگر وی پی این داشته باشد داخل شدن ممکن است. خب گیم پین نامتان رو دیگر کنید، به خودتان در جای گیم پین تخلص نوشته کنید تا که داخل شد. وی پی این رو در تلفن نیز می شود به فکرم اسکچات کرده و همچنین در گوگل هم می توانید از آن استفاده برید. امین برادر عزیز، اینجا دعای نیک کردن تماشابین ما، الله پاداشی نیکتان دهد به شما و به شما نیز، شما را نیز و اهل بیت شما را نیز
جنت الفردوس نصیب گرداند. تشکر زیاد. همین. آنهایی که دیرتر داخل می شود، مرحمت شما نیز می تواند داخل شود دیرتر. ما قسمتی دیگر را انشاءالله آغاز میکنیم. افسوس، متاسفانه واقعا کمی دلگیر کننده است آنه که همه نمی توانند که داخل شوند، متاسفانه. اما امروز چنین است. و خب بیایید دوام میدیم. کسی که شریک به الله داشت و در شرک وفات کرد، تقدیرش چی می شود؟ به ما معلوم نیست. به آتش ابد می رود. الله رحم می کند، بهشتی انبر سیرشت می رود. کدامش درست است؟ کسی که شریک به الله داشت و در شرک وفات کرد، کدامش درست است؟ از آن وریانت هایی که شما دیدید. بله، 11 نفر جواب های درست گفتند. به آتش ابد می رود. یعنی که مقصد از این، هر کسی که به الله شریک آورد و در شرک خود وفات کرد، یعنی توبه نکرد، به توبه مرد و از موافق قرآن و سنت به آتش ابد می رود. دلیل ها خیلی زیاد است، هم در قرآن است و هم در حدیث ها. از این خاطر جوابی درست و 11 نفر جواب های درست گفتند، اما 2 نفر گفتند که رحم میکند. نه البته الله تعالی به آنی که شریک قرار میدهد به الله سبحانه و تعالی رحم نمیکند، چون دلیل های خیلی زیاد و دلیل های قوی ما در قرآن داریم. و اکثریت جواب های درست گفتند. اینجا خب از جانبی علی عمر جوابی درست آمد، دنیا و آخرت جوابی درست گفتند، طایبه صالح جوابی درست گفتند. خیلی خوب، بیایید ببینیم که ها به پیش برآمدند. عبدالرحمن، محمد، آمینه، مریم و آیت الله، آنهایی که در جاهای نمایان هستید. سوال 2. با شنیدن کدام سوره عمر فاروق ایمان می آورد؟ سوره هود، سوره یوسف، سوره طه و یا سوره بقره، کدامش درست است؟ به خاطر بیارید عمر فاروق خیلی غضب کرده بود و غضب آلود می آید به نزد خواهر خودش، به خانه خواهر خودش، و چیزی را می شنود و با شنیدن آن ایمان می آورد. و این بله 10 نفر جواب های درست گفتند. سوره طه آیت 14 را. یعنی بسیاری اهل علم علما میگویند که برای یک انسان غیر مسلمان شنیدن یک آیت کفایه است برای ایمان آوردن. یعنی اگر الله به دلش هدایت میانداخته باشد، یک آیت کفایه است که انسان ایمان بیاورد. اما با آنی که الله تعالی از وی روی گردانیده است، صدها آیت های قرآن کریم را و حدیث های مبارک رسول الله صلی الله علیه و سلم را میرسانی، اما هیچ ذره باشد هم تاثیر نمی کند. دعا میکنیم که از آنهای باشیم که و آن دوستان ما و آن نزدیکان ما، خویش اقربای ما، دعا میکنیم از آنانی باشند که با شنیدن یک آیت به مثل عمر فاروق هدایت یابند. چون به نهایت یک انسان قوی بود پیش از اسلام و بعد از اسلام هم موفق شد و یکی از خلیفان مسلمانان بود بعد از ابوبکر صدیق. و آن آیتی که موافق گفتی تاریخ شناسان عمر فاروق میشنود، این سوره طه آیت 14 بود و در آیت 13 چون این آمده است و بیایید از 13 تا به 14 میخوانیم ترجمه معنا رو.
و من تو را انتخاب کردم به پیغمبری، پس به آن چی که وحی می شود گوش دار. در دوام آیه در آیت 14 چنین آمده است: هر آینه الله یکتا من هستم. الله تعالی میگوید در قرآن هیچ معبودی بر حق جز من نیست، پس تنها مرا بپرست و نماز بخوان تا به یاد من باشی. انا همین آیت ها یک انسان قوی را، یک انسانی که دشمن اسلام بود، یک انسان بود که رهسپار می شد برای کشتن بهترین انسان ها، محمد صلی الله علیه وسلم، اما ناخواست ناگهان انا همین آیت را شنید: هر آینه الله یکتا من هستم، هیچ معبودی بر حق جز من نیست، میگوید الله تعالی در این آیت، پس تنها مرا بپرست و نماز بخوان تا به یاد من باشی. دیگر دلی یک انسان بدغضب و بدقهر ملایم می شود و همین سبب می شود و اسلام می آورد. و خب دوامی باز سوال ها بعضی چیزهای دیگر نیست هست، انشاءالله ما و شما گفته می گذاریم. و بیایید اکنون ببینیم که ها به پیش بر آمدند. مریم، محمد، عبدالرحمن، ابو عبدالرحمن و آمینه، آنهایی که در جایهای نمایان هستید. خیلی خوب تماشاگران گرامی، کی سوره طه را میخواند در خانه خواهر عمر. حباب بن الارت، بلال ابن اسحاق، ابو لهب، کدامشان از آن وریانت هایی که شما میبینید سوره طه را میخواند وقتی که عمر فاروق وارد به خانه میشود؟ کدامش درست است؟ خب جواب های درست را میبینم. 1 نفر، 2 نفر و این حال 10 نفر شد. بله، حباب بن الارت میخواند سوره طه را در خانه خواهر عمر. و دنیا و آخرت جوابهای درست گفتند. طیبه صالح، علی عمر، آنهایی که جوابهای درست گفتند. محمد، مریم، عبدالرحمن، آمینه و ابو عبدالرحمن، آنهایی که در جایهای نمایان هستید و آمینه پی هم به همه سوالهای ما جوابهای درست گفتید. پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کرد: اسلام را با یکی از این دو مستحکم گردان. کی آن دو؟ عمر و یا ابو طالب، حمزه و یا صفوان، عمر و ابو جهل، عمر و یا علی. کدامش درست است؟ از آن وریانت هایی که شما میبینید 2 نفر. پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کرد: اسلام را با یکی از این دو مستحکم گردان. کی آن دو؟ عبدالله جوابی درست گفتید، دنیا و آخرت جوابی درست گفتید. و بله، 7 نفر در داخلی برنامه ما جوابهای درست گفتند. یکی ابو جهل و یکی عمر. موافقی گفتی تاریخ شناسان، موافقی سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم. 2 نفری که ضد اسلام بود. خب 2 نفری که پیش از اسلام بدبینی رسول الله صلی الله علیه و سلم بود و یکی موافقی دعای رسول الله صلی الله علیه و سلم هدایت می‌یابد و در اسلام به نهایت از انسان‌های قوی می‌شود و سبب می‌شود که بسیار نفران اسلام می‌آورند. خب
دیدم که رقابت خیلی خوب است اینجا تماشابینان عزیز، چون اکثریت جوابهای خطا هم گفتند، اما قسمتی زیاد به هر حال جوابهای درست گفتند. مریم محمد، ابو عبدالرحمن، عمر اکبرов به 4 سوالی ما جوابهای درست گفتند. خدیجه، ماشاءالله خیلی خوب اونهایی که در پیش هستند. سوال 5. ابلیس از چی خرسند می شود؟ گناه یا بدعت؟ بدعت نوآوری. موافقی گفتی یکی از عالمان، اینجا نام عالم نیست نوشته شده است. از شراب، از بدعت به ما معلوم نیست خرسند نمی شود. ابلیس از چی خرسند می شود؟ از گناه و یا از بدعت؟ کدامش درست است؟ خیلی خوب و 9 نفر جوابهای درست گفتند. بله، ابلیس موافقی خوب گفته های نوشته های یک عالم از نویگری نوآوری در دین خرسند می شده است. از این خاطر آنهایی که باز حدیث های زیاد هم هست درباره بدعت یعنی نویگری در آوردن در دین، از این خاطر باید که پرهیزگار باشیم. ما و شما باید که تحقیق کار باشیم. همیشگی در بعض موارد در همین کنجکاوی خصلتی خوبم هست، چون بعضی ها فقط میگویند و دلیل نمی آورند و پرسیدنی دلیل آوردنی دلیل البته حق را از باطل جدا می کند. از این خاطر باید که ما و شما از تحقیق استفاده بریم، چون بعضی ها میگویند اما دلیل ندارند، به دلیل گپ میزنند. از این خاطر باید که کوشش ها کنیم وقتی که چیزی را گفتیم باید که دلیلش را یا از قرآن و یا از سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم آورده توانیم. 9 نفر جوابهای درست گفتند. خیلی خوب و بیایید میبینیم که به پیش برآمدند. خب مریم، عمر اکبرov، خدیجه، عبدالرحمن و محمد، آنهایی که در جایهای نمایان، و آیت الله با 3 زینه بالا برآمدید. مبارک باشد. الله زیبایی حوران بهشتی را با چی مقایسه کرده است؟ درختان خرما، مس ازیه، شیر و شراب، یاقوت و مرجان. الله تعالی زیبایی حوران بهشتی را با چی مقایسه کرده است؟ خیلی خوب. بله، یاقوت و مرجان. سوره الرحمن را به یاد بیارید. با یاقوت و مرجان زیبایی حوران بهشتی را مقایسه کرده است و اکثریت جوابهای درست گفتند. خیلی خوب. تفصیل نمی کنیم، اما هر کسی که اگر خواسته باشد شما میتوانید ترجمه معنا هست در شبکه یوتیوبی قرآن دستورالعمل انسان. اگر نواری ویدیویش را میخواهید تماشا کنید، مرحمت اونجا داخل شوید و گوش کنید، تماشا کنید. ما بارها در این موضوع گفته گذاشته بودیم. انشالله شما نیز باز معلومات های زیاد پیدا خواهید کرد. اینک مریم، عمر اکبرov، عبدالرحمن، خدیجه و محمد، آنهایی که در جایهای نمایان هستند. عمر اکبرov به همه سوالهای ما جوابهای درست گفتید. درباره کدام دریای بهشت در قرآن یادرس نشده است؟ از عسل، از شیر، از باران، از شراب. سوال را درست گوش کنید. درباره کدام دریای بهشت در قرآن یادرس نشده است؟ سوره محمد آیه 15. خب درباره دریا از عسل
بوده است، دریا از شیر بوده است، دریا از شراب بوده است، اما دریا از باران نبوده است. در سوره محمد آیه 15 دلیل همین است. و خب آنهایی که در داخل چت ما نیز نوشته کردند، صبر جوابی درست گفتید، عبدالله جوابی درست گفتید، عزت الله امان جوابی درست گفتید. و در شبکه قرآن دستورالعمل انسان ترجمه معنای سوره محمد نیز هست. سوره رقم 47 میتوانید شما آنجا پوره آن را، ترجمه معنای پوره آن را گوش کنید انشاءالله. و آنهایی که خب این لحظه با ما هستید، من کوتاه همین یک آیت را خوانده میگذارم، چون ببینید بسیاری ها جواب های خطا گفتند، یعنی کمترین ها جواب های درست گفتند. در ترجمه معنا چنین آمده است: وصف بهشتی که به پرهیزگاران وعده داده شده چنین است که در آن جویبارهایی است از آبهای تغییر ناپذیر و جویبارهای از شیری که طعمش دیگرگون نمی شود و جویبارهای از شراب که برای نوشیدنش لذت است و جویبارهایی که عسل مصفا و آنان در آنجا هر گونه میوه که بخواهند برای آنان هست و نیز آمرزش پروردگارشان برخوردارند. آیا بهشتیان مانند کسانی هستند که در آتش دوزخ جاویدانند و آنان را از آب جوشان می آشامند که روده هایشان را پاره پاره می کند؟ سوال: آیا دوزخیان برابر هستند با بهشتیان؟ و به این گونه سوال در بسیار آیات های قرآن کریم هست و برابر نیستند. دوزخیان با جنتیان هیچگاه برابر نیستند. ببینید که اینجا چگونه وصف شده است. و بهشتیان آنهایی که در بهشت هستند، آنهایی که کارهای نیک کردند، آنهایی که ارکان اسلام را و ارکان ایمان را اجرا کردند، انشاءالله آنها موافق وعده الله سبحانه و تعالی به بهشت می روند. و در بهشت ببینید که جویبارها، یعنی دریاها از عسل، از شیر و شراب بوده است. و هیچ دوزخیان، آنهایی که ستمکارند، آنهایی که منافقند، آنهایی که فاسقند، جاهلند، سبحان الله، الله پاک است، آنهایی که توبه نکردند، آنهایی که در کفر بودند، آنهایی که شریک به الله سبحانه و تعالی آوردند، آیا آنها برابر میشوند با آنهایی که در بهشتند؟ نه البته. از این خاطر الله پناه نگه دارد و الله هر یک از ما و شما را بهشت فردوس را نصیب گرداند. و بیایید ببینیم که او پیش بر آمدند. مریم، عمر اکبر و خدیجه، عبدالرحمن، ابو عبدالرحمن و آیت الله پیهم به 5 سوال های آخری ما جواب های درست گفتند. کدام سوره نازل شد وقتی که نزد پیامبر صلی الله علیه و سلام نابینا آمد و وی صلی الله علیه و سلام روی گردانید؟ سوره النبأ، بقره، النور و یا عبسه؟ کدامش درست است؟ و خب بله، 9 نفر جواب های درست گفتند. سوره عبسه و سوره عبسه نیست، چنین آغازش نیست، چنین است. و اگر اهمیت داده باشه، چند وقت پیش ما در شبکه قرآن دستورالعمل انسان با ثبت قاری احمد عبدالرحمن نوار ماندیم و زیرش زیر تیتر بود. شما میتوانید آنجا نیز نوار را تماشا کنید.
و در داخل برنامه ما عمر اکبرов درست گفتند، طایبه صالح درست گفتند، صبر درست گفتند، حق تیوی عبدالله عزت الله هم اونجا پای درست گفتید. خب آنهایی که این لحظه ها در جای اول هستند شما میبینید. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کسی که این را تناول کرد از ما دور شود یا از مسجد یا خانه شیند. یعنی از مسجد دور شود یا خانه شیند. چی چیز است؟ پیاز و سرپیاز، آب لیمو، پیاز و اکسوس، آش پلاو، کدامش درست است؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند کسی که این را تناول کرد از ما دور شود. جوابهای درست قریب همه گفتند بله، پیاز و سرپیاز. هر کسی که چیسناک و پیاز خورده است به مسجد نباید تا که وقتی در جماعت نماز میخواند من همان بوی پیاز و چیسناک نبراید. خیلی خوب تماشابینان عزیز، و اکثر جوابهای درست گفتن، قریب همه. عمر اکبرов، خدیجه، مریم، عبدالرحمن و محمد آنهایی که در جاهای نمایان هستند و آمینه نیز پای هم به 4 سوال ها جوابهای درست گفتید. ما به خاطر آن حیات میبریم که در دنیا موفق گردیم، تنها الله یکتا را عبادت کنیم، مشهور شویم، پسر تولد کنیم، درخت شنانیم و خانه سازیم. کدامش درست است؟ ما به خاطر آن حیات میبریم که کدامش درست است از آن وریانت هایی که شما میبینید این لحظه؟ 30 ثانیه وقت داریم و جواب های همه شما تماشابینان گرامی. ما به خاطر آن زندگی میکنیم که کدامش درست است؟ بله، 13 نفر قریب همه جواب های درست گفتند، بجز 1 نفر که مشهور شدن میخواستند، شاید ندانسته این رنگ را زیر کردند. اما در داخل برنامه ما نیست. خب علی عمر جوابی درست گفتند، عبدالله جوابی درست گفتند، عمر اکبرov بله درست گفتید. خیلی خوب، و این 10 سوال بود تماشابینان عزیز و بیاید اکنون قسمت خوبی برنامه ما آماده رسید. میبینیم که او به پیش برآمدن و جاهای نمایان را گرفتن. جای سیام مریم مبارک باشد، جای 2 نصیبی خدیجه گردید مبارک باشد ماشاءالله، و جای اول عمر اکبرov مبارک باشد. همچنین ابو ندیدم. یک بار دیگر باز تماشا میکنیم آنهایی که در جاهای نمایان هستند تماشابینان عزیز. خیلی خوب، واقعا خیلی رقابتی خوب بود. جای 3 مریم، جای 2 خدیجه مبارک باشد. زنهای مفعول هستند ماشاءالله. عمر اکبر و محمد، همچنین عبدالرحمن به فکرم اگر خطا نکنم اونایی که در جاهای نمایان بوده. تبریک میکنم هر یک از شما را، الله پاداشی نکتان تید. و بیایید آنهایی که میخواهید باز یک برنامه دیگر پیشنهاد شود، مرحمت زیر نوار لایک مانید و ما یک قسمتی دیگر برای شما این لحظه پیشنهاد میکنیم انشاءالله. چون وقت غنیمت است، وقت غنیمت است و آن را انشاءالله درست ما و شما استفاده میکنیم. الحمدلله در دوام سال بسیار برنامه ها آماده کردیم و حتی این قدر سوال هایی که ما جمع آوردیم می باید که از آن استفاده شود، می باید که از آن ما و شما بهره بریم. از این خاطر یک قسمت دیگر رو این لحظه پیشکش شما میکنیم تماشابینان عزیز. و یک باری دیگر من یادرس میشوم ما آدمی هستیم و خطاگی در آدمی می شود. از این خاطر
ҳар ҷое ки агар шумо аз ҷое ки дар вақти савол тартиб додан ё ин ки дар вақти ҷавобро мо пешниҳод кардану тартиб додан ба хатое агар ё иштибоҳ карда бошем, аз он хатоҳои мо истифода накунед. яъне ки ҳар касе ки далели қавӣ дорад, далели мустаҳкам дорад аз Қуръону Суннат, онро истифода кунад ва аз он чизе ки мо гуфтем онро парво накунад, яъне ҳатто нодида гузарад. аммо мо кӯшишҳо мекунем бо машвараи аҳли илму, мо кӯшишҳо мекунем бо истифодаи уламои онҳое ки пайрави Қуръону Суннат ҳастанд, аз онҳо кӯшишҳо карда истифода мекунем. ба ҳар ҳол одамӣ ҳастем. аз ин хотир ин як ёдрасӣ буд барои онҳое ки бо мо ҳастанд, моро дӯст медоранд, моро тамошо мекунанд, мо низ шуморо дӯст медорем ва мо ба хотири мустаҳкам кардани дониши ҳамдигар инҷо ҳастем ва барномаи мо низ махсус барои ҳамин аст, то ки мо шумо тавонем ки аз илму дониш баҳравар гардем. марҳамат, навишта кунед, геймпин рӯи экран шумо мебинед 525 7916 ва дохил ба қисмати дигари барномаи мо шавед. хуб, инҷо тамошобини мо навишта карданд ки мутаассифона тамошобини мо сабр навишта карданд ки дигар каҳот, чун аксари барномаҳои аврупоӣ аст, аз ин хотир таҳрими Аврупову дигар давлатҳои дунё бар зидди Русия аст имрӯзҳо. аз ин хотир дар дасти мо нест. шумо беҳтараш VPN дохил шавед, ба воситаи VPN аз VPN истифода кунед. иншаалло ки метавонед ки дар барнома иштирок кунед. хуб, марҳамат, дохил шавед тамошобинони азиз. намедонам чӣ қадар тамошобин бошанд ин лаҳза. дар лайк монед, зери навор ва ба дигарон равон кунед. шабакаи мо намедонам чанд муддат аст ки дониш ва санҷиш дар шабакаи нав пахш мешавад, эфири зинда, аммо мо то ҳол ҳамагӣ 500 нафар ҳастем. тамошобинони гиромӣ, обуначиҳоро дар назар дорам. аз ин хотир кӯшишҳо кунед тамошобинони гиромӣ, то ки тамошобини мо ҳадди ақал ба 1000 нафар расад, чун хеле кам ҳастем обуначиҳо. агар худатон шоҳид ҳастед, ҳар як аз шумо тамошобинони гиромӣ, бе гуфтани ман ҳам каналҳои масалан оне ки фоидаи хуб намеоварад барои мо, аммо обуначиҳои зиёд дорад. аммо баъзе шабакаҳое ҳастанд, шабакаҳои иҷтимоӣ ки фоидаҳои зиёд меоранд ва боз шавқовар ҳам ҳаст. бубинед ки мову шумо дар ҳазорҳо километр аз ҳамдигар дур ҳастем, аммо мову шумо гӯё дар як ҷо бошем, дар як макон бошем, бо ҳам бозӣ мекунем. бубинед чӣ гуна шавқовар аст. наход ки ин гуна бозии шавқоварро байни худ паҳн накунем, чун мо вақте ки дар донишгоҳҳои Аврупо мехондем, дар омӯзишгоҳҳо мехондем, ан ҳамин гуна барномаро истифода мекарданд. бовар кунед, дар як ҳафта як бор буд ва мо интизор мешудем. мо дӯст медоштем ки интерактивӣ бо ҳам рақобат кунем ва айни ҳол бубинед ки мо чанд фоида мебарем. ҳам вақтамонро хуш мегузаронем, вақт бениҳоят тез гузашта меравад ва ҳам маълумотҳои зиёд мегирем бароямон ва маълумотҳое ки барои мо, барои ояндамон фоида меоварад. аз ин хотир наход ки мо натавонем ҳадди ақал
1000 нафар обуначӣ шавем ва боз дигаронро даъват кунем. ғайр аз ин барномаи мо сабт мешавад ва сабти барномаро ҳар он вақте ки ана ҳамин шабакаи ютуб ҳаст, сабти барномаро баъд аз мо низ тамошо мекунанд. аз ин хотир мегӯям ки номҳои хуб барои худатон интихоб кунед, онҳое ки ба бозӣ дохил мешавед, чун сабти барномаро дар оянда низ шояд 1 сол баъд, шояд 10 сол баъд агар ютуб бошад дигар тамошо мекунанд мардум. аз ин хотир зиёд шавем, хеле хуб мешавад тамошобинони гиромӣ. хуб, биёед ҳамонҳое ки аллакай дар дохили барномаи мо ҳастанд, чун аз Русия гуфтанд ки дохил шуда наметавонанд, онҳо дар чат навишта кунанд. мо бозиро қисмати дигарашро оғоз мекунем. бисмилlah. рукнҳои ислом чандто аст? 3 то, 6 то, 5 то, 7 то? ҷавобҳои шумо. аркони ислом. хеле хуб, ва ҳама тез ҷавобҳои дурустро зер карданд. машааллоҳ, ҳатто 30 сонияро интизор нашуданд. бале, ҳама ҷавобҳои дуруст гуфтанд. 5 то аст. 5 то аст. хуб, онҳое ки медонанд дар чат навишта кунед. биёед мефаҳмем ҳама арконро, 5 арконро. тамошобини гиромӣ, биёед аз шумораи аввалаш 1 навишта кунед, дар давомаш нависед аркони аввали ислом чӣ аст, чун барои фарзандони мо бениҳоят зарур аст ва барои аксарияти бузургон низ зарур аст, чун ҳама намедонанд. ки навишта мекунад барои мо як ба як? якум чӣ аст, дуюм чӣ аст, сеюм, чорум ва панҷум? машааллоҳ, Абдуллоҳ, ҷавоби аввалатон дуруст. амина, машааллоҳ, ҷавоби дуюм дуруст. тавҳид, намоз. хеле хуб. закот, рӯза ва ҳаҷ, тойба солеҳ. бале, дуруст гуфтед. машааллоҳ, ҳама ҷавобҳои дуруст навишта мекунанд. машааллоҳ. хуб, Марьям, Оятуллоҳ, Хатича, Абу Умар ва Ҳориса, онҳое ки дар ҷойҳои хуб ҳастед. хеле хуб. боварӣ доштан ба ҳастии Аллоҳ таоло чӣ ном дорад? тафсир, таркиб, тартил, тавҳид, кадомаш дуруст аст? боварӣ доштан. хеле хуб, тамошобинони гиромӣ. бале, ҳама ҷавобҳои дуруст гуфтанд ва ҳатто ҳамон 30 соние ки мо барои шумо ҷудо карда будем, онро интизор ҳам нашуданд. бале, тавҳид аст. дунё ва охират, ислом дини ман дуруст гуфтед. Абдулло Нурулло дуруст гуфтед. сабр дуруст гуфтед. машааллоҳ, ҳама ҷавобҳои дуруст навишта мекунанд. бале, тавҳид аст. Марьям, Хатича, Абу Умар, Муҳаммад ва Ҳориса, онҳое ки дар ҷойҳои намоён ҳастед. маънои калимаи ислом чист? бовар кардан, таслим шудан ва қабул доштан, даъват кардан, исбот кардану ислоҳ шудан. кадомаш дуруст аст? маънои калимаи ислом кадомаш? аз он вариантҳое ки шумо мебинед. хуб, дунё ва охират, ислом дини ман дуруст гуфтед. сабр дуруст гуфтед. Абдуллоҳ дуруст гуфтед. тойба солеҳ дуруст гуфтед. бале, таслим шудану қабул кардан, қабул доштан, ан ҳамин аст маънои ислом. аммо аксарият имрӯз вақте ки дини ислом мегӯянд, дар сарашон чизи дигар гирд меравад, тоб мехӯрад ба қавли худамон.
نه، اسلام معنیش این تسلیم شدن و قبول داشتن. بسیاری نامسلمان ها الحمدلله امروز الکی باخبر شدند. الحمدلله امروز به واسطه اهل علم، به واسطه آنهایی که دعوت میکنند، با یک طرز خوب، دعوت خوب میبرند، غیر مسلمان ها قریب هر روز اسلام می آورند. بسیاری زن ها نیز در منطقه اروپایی ما نیز اسلام می آورند، یعنی تسلیم می شوند و قبول می کنند. اما پیشتر چند وقت پیش اگر که اسلام می گفتند، یک چیزی دهشت، یک چیزی بد پیش نظرشان بود. الحمدلله این همه نعمت الله و سبب ها انا همان دعوتگرانی که به نهایت خوب و زیبا اسلام را امروز برده می رسانند و غیر مسلمان ها اسلام می آورند. و این است یک خوشبختی و این وعده الله سبحانه و تعالی است. حالا نصرت و آوردن اسلام غیر مسلمان ها همه در پیش است انشاءالله. و بیاید اکنون ببینیم که به پیش برآمدن تماشابینان گرامی. محمد خدیجه، مریم، ابو عبدالرحمن و حارثه، همچنین محمد امین به سه سوال های ما جواب های درست گفتند. معنای کلمه شهادت چیست؟ از آن وریانت هایی که شما میبینید: شهادت نامه و اتستات، خیر و سخاوت به کمبغلان، ایمان به یگانگی الله و رسول صلی الله علیه و سلم، به شهادت رسیدن. کدامش؟ 30 ثانیه را هیچ کس انتظار نشد. الله پاک است. بله، همه جواب های درست گفتند. ایمان به یگانگی الله و رسول صلی الله علیه و سلم. خیلی خوب. قریب همه جواب های درست گفتند انشاءالله. ما 30 ثانیه وقت داشتیم و وقتی که همه زود جواب های درست را پخش میکنند وقت تیز میگذرد. از این خاطر بعضی ها بیخبر حتی میمونند، فرصت نمیکنند برای خواندن سوال ها. ماشاءالله همه جواب های درست گفتید. خدیجه به جای اول، مریم، عمر اکبرов، ابو عبدالرحمن، محمد و همچنین عبدالرحمن به جاهای نمایان برآمدید. رقم سوره نور در قرآن 26، 24، 114 و یا 3. رقم سوره نور در قرآن. بله، اونهایی که ماشاءالله اینش نیست 30 ثانیه رو انتظار نشدن تمگان و جواب های درست از 11 نفر آمده رسید. بله، سوره النور. خب دوام میدهیم. سوره النور زیر رقم 24 آمده است در قرآن. جوابی درست نه همین. مریم، خدیجه، عمر اکبر و ابو عبدالرحمن آمینه، آنهایی که در جایهای نمایان هستند. حارثه به 4 زینب و بالا برآمدید. مبارک باشد. خب دوام میدیم. در کدام آیت سوره نور فرض بودن ستر و حجاب زن آمده است؟ آیت 31، آیت 28، آیت 24، آیت 64. در کدام آیت سوره نور فرض بودن ستر و حجاب زن آمده است؟ اینک جواب های شما.
خیلی خوب. و 6 نفر جوابهای درست گفتند. بله، آیت 31. در داخل برنامه ما دنیا و آخرت جوابی درست گفتند. خب عبدالله نورالله نه 24 انتخاب کردن، نه خطا بود. 31 جوابی درست 31 است. امینه و کمیله جوابی درست آمده شما. و تفسیر انا همین آیت نیست در شبکه های ما هست تماشابینان گرامی. حتی تفسیرش هست، اما در ترجمه معنا کمی خب درست‌تر است. به هر حال من همین آیت رو کوتاه گفته میگذارم. سوره النور آیت 31. و به زنان مومن نیز بگو چشمان خود را از نگاه به نامحرم فرو گیرند و پاک دامنی ورزند و زیور یعنی آرایش خود را آشکار نکنند مگر آنچه به صورت طبیعی نمایان است و باید روسری خود را بر سینه بیفکنند، یعنی روسری خود را بر سینه بیفکنند، یعنی محکم کنند تا مویها و سینه هایشان پوشیده گردد و زینت خود را آشکار نسازند مگر برای شوهر یا پدر شوهر یا پسری خود یا پسری شوهرشان یا برادر یا پسری برادر یا پسری خواهر و یا دیگر زنان یا کنیزکان و بندگانشان یا خویشاوندانی که دیگر نیاز به تمایل به زنان ندارند. یعنی در تفسیرشان همین چیز مفصل آمده است. یا کودکانی که از مسائل جنسی زنان آگاهی نیافتند، همچنین هنگام راه رفتن پایهای خود را چنان بر زمین نکوبند که صدای زینت هایی که زیر لباس پنهان کردند آشکار شود. و ای مؤمنان همگی به سوی الله تعالی توبه کنید باشد که رستگار باشید، رستگار گردید. و جوابی درست انا همین بود تماشابینان گرامی. و بیایید اکنون میبینیم که ها به پیش برآمدند. خدیجه، مریم، آمینه، ابو عبدالرحمن و باز عبدالرحمن در جاهایی نمایان هستید. با مردان مومن بگو که چشمان خیش فرو گیرند و شرمگاه خود نگه دارند، این برایشان پاکیزه تر است. کدام سوره است؟ نیسا آیت 1، بقره این خیلی آیت نیست، نور آیت 3. با مردان مومن، ما نوکک در برای زنان گپ زدیم. با مردان مومن بگو که چشمان خیش فرو گیرند و شرمگاه خود نگه دارند، این برایشان پاکیزه تر است. بله، جوابای درست از اکثریت شما آمده رسید. سوره نور آیت 30. و بیایید دیده میبرایم تماشابینان عزیز چی آمده است در آیت 30 سوره النور. بگو ای پیامبر با مردان مومن که چشمان خود بپوشند از نامحرمان و شرمگاه خود نگاه دارند، از زنا و لواطه و برایشان پاکیزه تر است و این برایشان پاکیزه تر است. هر آینه الله به کارهایی که میکنند آگاه است. یعنی به مردان مومن امر شده است اینجا که چشمان خود بپوشند از نامحرمان، یعنی به نامحرمانی که روی سرشان شده است نگاه نکنند. و امروز ها این گونه نوار رو ما بسیار میبینیم. در چند روز پیش در خطا نکنم در فیسبوک دیدم که واقعا هستند
مردانی به ایمان هستند وقتی که زنی بی ستر رو میبینند و باز همان زن خودش را نشان میدهد به دیگران، چشمش را پایان میکند، نگاه نمیکند و هستند الحمدلله این گونه مردها. و در دوامی همین آیت سوره نور آیت 31 امر به زنها شده است. اول گفته شده است که به مردها که چشمانتان را پایان کنید، به نامحرمان نگاه نکنید، و بعداً به زنها آمده است که خودشان را ستر کنند. و خب تفسیری همین آیات ها هست، تفسیری خیلی عادی و آسان بیان هست، در شبکه های ما مرحمت داخل شوید و آن را تماشا کنید، گوش کنید. اینک کیا به پیش برآمدند؟ مریم، عبدالرحمن، آیت الله خدیجه، عمر اکبرов آنهایی که در جاهای نمایان هستند. کسانی که زنان را در زنا متهم می کنند و 4 شاهد نمی آورند، قرآن چی می گوید؟ هرگز دیگر شهادتشان را نپذیرید. طلا بر عوض شهادت بده. 20 ضربه زنید. شهادتشان حق است. کدامش درست است؟ کسانی که زنان را در زنا متهم می کنند و 4 شاهد نمی آورند، قرآن چی می گوید؟ بله، هرگز دیگر شهادتشان را نپذیرید. و جواب های درست آماده رسید. تماشابینان گرامی، جواب های درست هم خیلی زیاد بود از جانب شما. اینک در جاهای اول مریم، خدیجه، عمر اکبرов، آمینه، عبدالرحمن، آنهایی که در جاهای نمایان هستند، و محمد. و به سوال 9 میگذاریم. کدامی از پیغمبران را نهنگ یعنی ماهی فرو میبرد؟ ادریس، اسماعیل، سلیمان، یونس علیهم السلام. کدام از این پیغمبران را ماهی فرو میبرد؟ صبر جواب درست گفتید. عبدالله درست گفتید. عمر اکبرов درست گفتید. و همه قریب که جوابهای درست در چت نوشته میکنند. بله، همگی جوابهای درست ما قبول کردیم. اینک میبینیم که آبا پیش برآمدند. بله، یونس علیه السلام. تقریبا جایی وز کنی نیست. همه آنهایی که در پیش بودند در پیش هستند. و به سوال آخر میگذاریم. فرمان کدام پیغمبر را به خواست الله آدم و جین، حیوان و حتی شمال به اجرا میرسانید؟ سوال به نهایت آسان. محمد صلی الله علیه و سلم همه پیامبران را، سلیمان علیه السلام، ابراهیم علیه السلام. کدامش درست است؟ ماشاءالله، حق تیوی درست گفتید. عبدالله نورالله درست گفتید. عبدالله درست گفتید. صبر درست گفتید. و 11 نفر در داخل برنامه ما جوابهای درست گفتند. بله، فرمانی سلیمان علیه السلام. و خیلی خوب تماشابینان گرامی، و به تکنون قسمتی خوبی برنامه آماده رسید. ببینیم که به پیش برآمدند. جای سوم نصیبی عمر اکبرov کردید. خدیجه جای 2. جای اول نصیبی مریم کردید. مبارک باشد. همچنین آمینه و عبدالرحمن نیز در جایهای نمایان بودند. خیلی خوب، تبریک میکنم یک بار دیگر همانهایی که در جایهای نمایان بودند، و یک بار دیگر من نشان میدم آنهایی که به جایهای پیش برآمدند.
مبارک باشد تماشابینان عزیز، آنهایی که امروز در برنامه ما اشتراک کردند و آنهایی که در جایهای نمایان را سزاوار کردیدند. من باشم این لحظه با شما تماشابینان گرامی خیر و خوش میکنم تا واخوری های آینده الله تعالی هر یک شما را در حفظ و امانش نگه دارد. برنامه ما رو به دیگران روان کنید تا که هفته آینده انشالله امید میکنیم که بسیاری از شما VPN به خودتون سکچت میکنید و میتوانید که در داخل برنامه اشتراک داشته باشید. تا واخوری آینده خانه آباد و سربلند باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. به شبکه تلگرامی ما داخل شوید و شما از اولین ها شده MP3 ترجمه معنای قرآن را دسترس میکنید و همچنین در ویکتورین آزمون های ما نیز اشتراک میکنید. ما با هم پیش میرویم. سوره اعلا یعنی برتر در مکه نازل شده است و از 19 آیت عبارت است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. به نام الله بخشاینده مهربان. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. نام پروردگار بزرگ خود را به پاکی یاد کن چنان که لایق بزرگی است. آن ذاتی که آفرید مخلوقات را و استوار داشت و آن ذاتی که اندازه معین کرد سپس همه خلق را به آنچه مناسب می شوند راه نمود. والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوا. و آن ذاتی که چراگاه ها را رویانید سپس خشک و سیاه گردانید. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. ما قرآن را برای تو ای رسول خواهیم خواند و تو دیگران را فراموش نخواهی کرد غیر آنچه الله بخواهد. همانا او آشکار و پنهان را می داند. و نیسرک للیسرا فذکر این نفعت الذکرا. و در کار تو و در همه امور دینی و دنیوی که به تو رو می نماید آسانی پدید می آوریم. ای رسول اگر به قومت پند دادنت فایده کند پند ده. خود را عذاب مده در پند دادن شخصی که سرکشی می کند. سیذکر من یخشی و یتجنبها الاشقا. هر کسی که از الله می ترسد به زودی پند خواهد پذیرفت و بدبخت ترین فرد از آن پند دوری خواهد گزید. الذی یصلی النار الکبری. همان کس که در آتش بزرگ جهنم در افتد ثم لا يموت فیها ولا یحیا. آنگاه در آنجا نبی میرد که راحت یابد و نزنده می شود که فایده بیند. قد افلح من تزکا. به درستی کسی که خود را پاکیزه داشت نجات یافت. و ذکر اسم ربه فصلا.
و رستگار شد هر که نام پروردگار خود را بر زبان آورد و برای رضاگی او نماز گزارید. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. بلکه شما ای مردم زندگی این جهان را از نعمتهای آخرت افضل می شمارید، حال آن که آخرت بهتر و پاینده تر است. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بیگمان این سخنها در کتاب‌های پیشینه نیز هست، کتاب‌های ابراهیم و موسی علیهم السلام. شما ترجمه معنای سوره اعلی یعنی برتر را شنیدید. در مکه نازل شده است و از 19 آیت عبارت است. از کتاب قرآن کریم و تفسیر در روش میسر به زبان تاجیکی گرفته شده است.